به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و سپاس بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه خودتان بازچگپ خوش آمدید. یکی از خبرهایی که آمده است این است که وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته است که یک نظرسنجی گذرانده است. بر اساس این نظرسنجی 50/2% تاجیکستانیان به میلیسیا باور ندارند. بله. یعنی 50/2. البته این پژوهش خودی وکیده است که 50% یعنی هیچ کس دوغ خود را درست نمیگوید. و الا تمام مردم تاجیک ما مطمئناً به شما میگویم حداقل 90% بگویید. خب مایلش 90% نمیگوید، شما 80% 70% اقلا بگویید که به شما مردم اعتماد ندارد. آخر اگر شما با این هم باور ندارید، واقعا باور کنید آخر دیگر مردم به شما اعتماد ندارد. بله. یکی از کار برام گفته است که به نام سرجنت کلان نامش میخواد، در این گفته است که پژوهش 99% مردم به منت باور ندارند. به منت به پلیس باور ندارند گفته است. واقعا ببینید شما واقعیت یک چیزی هست که آخر شما میخواهید با پژوهشاتون مردم ها چیکار کنید، مردم به شما باور کنند. خب بیایید بهترش اول با مردم نه، اول بیایید خودتون اصلاح کنید. اصلا پلیس در کشور باید نقش اصلاح کننده باشد. درست پیشگیری از مثلا مسائل و در اجتماع عموما باید نقش اصلاحی باشد. ولی شما تصور کنید وقتی که من واقعا در وقتی که در چند حالتهای خاص رو در بازار سخاوت در بازار کاروان میدیدم، یک چیزای عجیب بود. پلیس وقتی که می اومد، اون سوداگرهایی که زنهای بیچاره‌ای که در اونجا سودا میکنن یا چیزایی می اومد و اون چیزهایی که اون دارد سودا میکند با پاش میزد، با شته میزند و اون زنها رو یک حقارت‌های قبیح، دشنام‌های قبیح. وقتی که آدم اون رو میبیند، از کجا میتونید به این پلیس باور کنی؟ من مطمئنم تمام اون مردمی که در اون بازار میگذرد، هیچ کدام اونها با اون پلیس با خوبی نگاه نمیکنند، با اون پلیس اعتماد ندارد، با اون پلیس باور ندارد. برای چی؟ برای که پلیس با یگان ظالم نه، با یک مظلوم بیچاره که در قد کوچه از ناچاری یک چیزی میفروشد، فقط برای همون زور است. یا او را تحقیر میکند، دشنام میتید، میرود. یا اینکه میرود در همه جا پلیس امروز در جامعه تاجیک پلیس رو نه همچون حامی حقوق، بلکه همچون یک ظالمترین گروه میشناسند. برای چی مردم همیشه دعا میکنند یک شوخی هم باشد، اگر حتی در چیزا ما شده است که خدا کاری هیچ کس که به میلیسیا که به بلنیسه اندازد گفته. این واقعیت است. این شوخی ها واقعا عزت میلیسا همه به داد آمده است، ولی اینها میخوان با این بگن 50% از شما راضی نیست، 90% مردم مطمئنا از شما راضی نیست. چرا در کشورهایی که دیکتاتوری هست، در کشورهایی که دموکرات میلنگد، پلیس اینقدر بدنام است؟ میدونید چرا؟ مثلا ببینید در کشور خودمان خوب با پلیس چقدر معاش میتین؟ یا معاش ناچیز خوب، ولی به خاطر اینکه پلیس از این حکومت محافظت کند و حکومت رو حفظ کند، دیکتاتورها معمولا حکومت‌های فاسد با پلیس این امکان رو میدهند که هر کاری دلش میخواهد بکند. یعنی صلاحیت‌های به محدود، نامحدود. و امیدیان که مثلا اگر میخواهد یک نفر رو مجازات میکند میارد و از اون رشوه میگیرد. امروز کی میداند مثلا چیز عادیه که بیایم کسی در تاجیکستان با ماشین رانندگی میکند، حتما با پلیس رشوه داده است. کی نمیداند که پلیس راه تاجیکستان رشوه میگیرد؟ کی نمیداند اینا؟ باور کنید فاسدترین چی که اصلا به این گروه هیچ کس اعتماد ندارد، اینا میگن 50% اعتماد ندارد. اگر شما میخواهید، من واقعا میگم اینا با اینها یک صلاحیت های را دادن که بیان هر کاری میخوان بکنن، ولی شما یک بار بیاندیشید پلیس های محترم، من نمیگویم که مثلا همه اینها آدمی بدن، ولی شما یک بار اندیشه کنید. وقتی که میایید شما با پول حرام، خب با پول حرام شما وقتی که از یک راننده رشوه میگیرید، باور کنید حرام است، حرام میخرید.
وقتی که شما از یک آدم بیچاره رو به خاطر یک کارش میارید مجبور میکنید از اون یک پول میگیرید، اون حرام است. وقتی که شما یک نفر رو در بازار برای یک کار هیچی، مثلا در یک جاش نشسته سودا کردن مجبورش میکنید چیزاش هم میگیرید میبرید، این حرام است. بله. واقعا بیایید یک بار اندیشه کنید که شما با این حرام خوردن و این پول حرامی که به خانه‌تون میبرید نتیجهش گریبانتون میگیرد. بله. مطمئن باشید خداوند هیچ وقت هیچ کاری را به جواب نمیماند. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. این بزرگان ما در این باره خیلی زیاد گفتند. این یک طرفی کار است. بله. دوم طرفی کارم هست که وقتی که لقمه حرام بردی از یک جای از خانوادت میبراید. بله. مطمئن باشید در فرزندانتون تأثیری بد دارد، یا فرزندانتون بیراه میشوند، دزد و راهزن و نمیدونم جنایتکار میشوند، یا اینکه شما روز به بلای به درد گرفتار میشوید. بله. فرزندتون یا که همسرتون یا خانه یکی از چیزاتون به درد گرفتار میشود که دیگر اون وقت فایدهتون ندارد. این واقعیت هایی است که این مکافات عمل است. بله. خداوند هیچ وقت ظلم را به جزا نمانده است. برای همین یک فکری به حال خودتون بکنید. اگر به حال مردم فکر نمیکنید، به فکر آینده خودتون و فرزندانتون، خانواده‌تون باشید و این را بیایید یک بار فکر کنید که من میدونم، باز میگم که شما فقط امروز به فکر این هستید که از این راه با حفظ این حکومت، مثلا با حفظ این جایگاهتون یک چیزی در میارید، میخرید، زندگی میکنید. شاید یک چیزی میسازید، یک ماشین میخرید، ولی مطمئن باشید که بدتر از این، کلانتر از این را از دست داده ایستادید و در آینده ضرری بیشتر از این به شما خواهد رسید. مطمئن باشید. برای همین بیایید یک فکری بکنید و از این حالت خودتون نجات بدید. بله، واقعا هم در کشورهای مثلا پیشرفته پلیس همچون یک حامی است. مردم به اون اعتماد میکند، حتی راه را نیابد از اون میپرسد دیگه. در کشور ما چی؟ حتی میگویند که اون شکایت کننده یک نفر دیگر شکایت میکند، نه اینکه فقط از شکایت از اونی که شکایت از مجرم، حتی از شوکی هم پول میگیرند. پس همون چیزی که گفتید که مردم از کارشون افتادن، از با ملیسه و پلیس واقعا خودداری میکنند و واقعا دعا میکنند که با چنین روزی نزنند. این واقعیت دارد. یکی از دوستان ما در سوئیسرا بود، میگوید که در سوئیسرا یک روز یک شب در مابین راه موندم که سهوم میبینم که پول وجود نداره. درست است؟ بله. میگه من زنگ زدم یک دوستم رو که برادر عزیز من ماندم در مابین راه، پولی ندارم که به جام برم. اون گفت که بسیار عادی، زنگ میزنی پلیس رو، پلیس میاد شما رو میگیرد میبرد به خونه میرسه. میگوید که بله زنگ زدیم، پلیس آمد ما رو گرفت برد در خونه. میگه با همراهی سونکه های کلان اینا بودیم. پلیس هم سونکه های ما را گرفت، همراه ما برد تا در خونه. در خونه در اومدیم. میگوید که وقتی که در اومدید خونه سازتری از بالا ما را اشاره کنید که ما ساق سلامت هستیم تا اینکه ما اون پلیس حرکت کند برود. بله. بعد یکی از دوستان ما گفت که وقتی که من اونجا رفتم با انسان بودن خودم را بار اول احساس میکنم که من انسان هستم، صاحب حق دارم، حقوق دارم، ولی چنین چیز در کشوری که به نام حقوق بنیاد است اصلا یعنی کمبود داریم. یکی از دوستان من هم در آلمان گفت رفتم. بله. بعدن وقتی که تماس گرفتم باهاش صحبت میکردم، گفتم چی خیلی است و چی حال داری، چی کار میکنی، چی گپ است؟ گفت هیچی، دارم اینجا حاضر مشق کرده ایستادم که انسانوار زندگی کنم. واقعا کی نشده باشد که ملت ما به چنین یک واقعا ارزش های انسانی دست یابد و دیگر برای اون پیشوانه، برای اون خدمتگار باشد رهبرانش. بله. سردار شعبه ریاستی اسناد حالت شهروندی در ولایت سوگ گفته است که پیش از قبول قانونی این منع ازدواج با خشتبار حدود 200 نکاح خشتباری در این ولایت ثبت شده است. ماشاءالله در این مسائل اینقدر مثل که دیگر اینها مشکل ندارن مقامات ما، تنها با این که هر چیزی که مربوطی
بله مردم هست، رابطه مردم هست، چیزی که مخصوصی مردم هست به اینها. چرا یک بار اینها نمیگویند که دقیق اما این آمار رو چرا نمیگویند که مثلا واقعا هم به سبب مثلا نبودی برق اینقدر کودک مشکل پیدا کرد، به سبب این 1773 نفری که اونها حجاب رو کشیدن چی مشکل به سر اونها آمد. شاید واقعا هم اگر نگاه کنیم از اون عدد شاید چند تا طلاق هم صورت گرفته باشه در اونها و مشکلات خانگی هم زیاد شده است. یعنی و اونهایی که از دکان از 160 دکان رو شما بستید چی حال دارن، اونها با کدام حالت آمدن، چند تاش به روسیه رفت. بله این آمارها رو بتیان نه ما اینها رو بگذاریم. حالا این قدر دقیق آمار میتونن داده، بیاین یک آمار بتیان برای ما که معاشی میگرفته وزیران چقدر است، مسئولین حکومت چقدر است و اون دارایی هایی که در یک سال به دست میارند، قصر و کشک و ماشین و اونها اون چقدر تشکیل میتیان و یک مقایسه اینا رو بکنن. بله ببینید وقتی این میگه که سردار شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی یک چی بکند، یک گزارش بدهد که طلاق ها به کدام سبب شده است. بله این موارد طلاق که در تاجیکستان است بسیاری سبب هایش اون مهاجرت است. بله چرا این چیزهایی که هر چیزی که با یعنی اومدن در خانه مردم، حریم مردم در اومدن، هر کار میخوان بکنن و اون مسئولیت هایی که در گردن اونها از بعد انجام میدهن انجام نمیدهن. یک آخرین خبر این است که فراز، یعنی این شرکت فراز برای گرفتن بازار شیره کمال تلاش دارد. ماشاءالله این هر چیزی که در تاجیکستان پول داشته باشد و اهمیت داشته باشد اون هم مناپول می شود و یعنی شرکت های داده می شود که از اون نزدیکی به اون عائله و به اون خیشتبار اونها هستند. بله یعنی این است که شرکت فراز هم سر و صداش خیلی زیاد بود در بخصوص با عمر علی قوت. بله که همون شرکت تاجران بله بعداً به تغییر نام کرده است به فراز. بله ولی باور کنید این شیره کمال بیشتر دادوای و سر و صدا میکنن برای این اخیر. این یک چیزی هست که این را مردم تهجویی از کوه و بیابان و از اینجا جمع میکنن بیشتر. خب حالا این مردم بیچاره هم به خاطر این کاری که اینها میکنن از اون رزق روزیشون خواهد ماند. باز نمیدونم به سر اونها چی بلایی خواهند آورد. چند روز پیش خبر این بود که یکی از شهروند ساکنان ناحیه دنگره به خاطر همین جمع کردن شیره کمال بازداشت شده است. دیگر این سرزمین هواش هم با پول شده است. کجا بروند؟ این مردم باید چیکار کنند؟ یعنی اون جایی که کلان شدند از اون منابع اونجا هیچ استفاده نمیکنن. و این شیره کمال مثلا اگر واقعا ببینیم که بیزنسی خوب است، تجارتی خوب است، بگذار این بودجه برود. بله بگذار این سرمایه گذاری کند. فراز اگر شرکت فراز میخواهد این را به اصطلاح بازار این را بگیرد، خیلی خوب بیاید سرمایه گذاری کند در دهات روی مردم، بگذارد به مردم، از مردم بخرد که مردم هم صاحب زندگی شوند. بله چرا اینها همیشه میخواهند یک درآمدی مفت به دست بیارن؟ ببینید وقتی که چند پیش من با یکی از دوستان بحث مان شد سر چی گپ کمی دراز میشود ولی فکر میکنم مهم است. میگن که برای چی اونها حکومت میگه که مالهای سید عمر حسینی رو حساب میکنه، دارایی کبیری رو حساب میکنه، دارایی زید سعید رو میگوید، این رو میگوید، فلان رو میگوید، میگن اینا از کجا آوردن، چی آوردن، چی کار کردن. وقتی که میروند تفتیش میکنن میبینن واقعا برای مثال زید سعید صاحب کاری که تجارت داشت، خب موفق. محیدین کبیری تجارت داشت، از مسکو از کجا آورد، سرمایه‌اش وارد کرد، روش آهسته آهسته. چون فکر اقتصادی دیگر است. یک نفر میتواند مغزهایی هستند که واقعا فکر دارند و آنها در جامعه میتوانند یک کار ایجاد کنند و درآمد زیاد کنند.
شما ببینید بعضی اگر مثلا برای مثال در دست 2 نفر شما یک مقدار پول را بتید، یکی از اینها اون پول را میخرد از بین میرود، بله. یکی دیگرش کو اون پول را به یگان چی در فکر زیاد کردن پولش میزنند. بله. چون فکر اقتصادی دارد ولی این یکی ندارد. بله. حالا حکومت فکر میکند که تنها راه پول در آوردن یا گدایی است، چون که اون را خودش فقط همین فکر همین چیزا میدوند. حکومت ما راه پولکی است، یا ببین یا فکر میکند که حتما از راه گدایی است، یا راهی از با زور از دیگران گرفتن است، یا با مثلا راه مردم را پولکی کردن جمع کردن است، یا اینکه مثل همون مثلا بازارها را کشیده گرفتن، مثل که مثلا زمین هایی که در طرف های ما بود جنگل هایی بودن، همون جنگل ها را دیگر مردم ها نمیگذاری که در اون جنگل ها کار کنند یا در کوه ها کار کنند، همون جنگل ها و کوه ها و دشت صحرا و همه مردم ها میگیری شخصی میکنی یا که خصوصی میکنند، از اون حساب بازور مردم چیز میکنند. وقتی که مردم رفتن مثلا برای کمترین چیزی از اونها جریمه کنن و پول بگیرن، یا با راه جریمه کردن پول در میارن، یا با این راه کامره ها. بله دیگر راهی الटरनेटिव्ی که مثلا اینها بتونن یک فکر اقتصادی در اینها باشد که یک پولی که گرفتن در کنارش کار کنن که اون پول زیاد شود، یا جایی باید برایش چیز شود که این کار ایجاد شود، این رو ندارن. بعد به خاطر مشکل خودشون که هست این فکر میکنن که دیگران هم همین خیلی است. بعد میگن که مثلا زید سعید از کجا پول آورد، یا اینکه سید عمر حسینی از کجا پول آورد، یا اینکه محی الدین کبیری و دیگرش از کجا پول آوردن. فکر نمیکنن که میتونن انسان ها در یک با فکر اقتصادی که دارن یا مثلا اون شرکت ماورالنهر به اون بله حد شرکت ماورالنهر به اون حد میرسونن، یا اینکه مثلا فراز و چیزها رو به زور میگیرن. اونایی که ایمان طبیعی است. اینام. بله بازار اینام. ببینید یک چیز است، وقتی که یک آدم خودش هر طوری که میاندیشد کافر همه را با کیش خود پیندارد. مولانا بسیار خوب گفته است اینا. هر کس خودش که همون فکرش درآمدش از راه همون غارت طلبندگی و نمیدونم بازور گرفتن و این است، فکر میکنه که همه مردم هم باید از همین راه پول در بیارن، فکر میکنه که دیگران هم حتما از همین راه میگیرن، برای همین دیگران رو هم دیدن نمیتواند، دیگر باورش نمیشود که یک نفر میتواند با یک فکر اقتصادیش مثلا یک کاری بکند که کار درآمد بیارد. ببین دوستی عزیزم، این مثلا اینهایی که فعلا در سر قدرت هستن اینقدر امکانیتایی همه تاجیکستان در دستشون است. البته درست است. ولی اینکه شما میرید دودار عروسی رئیس جمهور میرود با انعام، بازار انعام، با اون زنی بیچاره بله دو زن میکند و یعنی همه امکانات هست در دست شما. بله همه تاجیکستان همش در دست شما هست. چرا مثلا میرید دست میزنید به اون کیسه مردم، به اون ببین مثلا اونایی که از عائله رئیس جمهور مثلا زمین میفروشی میکنن، بله آخر همه چیز در دست اون، این میلیون ها، ولی همون چیزی هست که در اختیار شما. برید پول سرمایه بگیرید، تلکو در دست، بله. تلکو در دست، همه چی در دست، تو برق توجیه در دست، بله. این نورک و سنگ توده و همه اینها در دست. پس چرا باز میروند بالای مردم؟ بله. بالای اون در کجا یک بازار است اونو میگیرن، بله. فشار میارن. یعنی این من یک چیز میگویم دوست عزیزم، وقتی که مشکلی نادیدگی است، وقتی که آدمی که ندیده باشد دنیا را، درست است هر چند دارد از اون به طور مثال اگر ما زید سعید رو به این که روانه زندان کردیم، به جای این او را می اومدیم از این عقل تجارتی اون استفاده میکنیم. این واقعا هر ملت مثل زید و مثل دیگرها ذهنیت تجارتی ندارن. خیلی کم هستند در یک ملت، خیلی عذاب میکشد که چند نفر به این ذهنیت بیاید. شما از این استفاده میکردید، درست است؟ یعنی اون پلازای تاجیک دوشنبه که زید سعید چقدر یعنی زیان دید. البته ولی به خاطر ملتش، به خاطر وطنش کرد، ولی امروز باز اون را به خاطر اون جوابگر میکنن. واقعا این عجیب است. خب دوستان گرامی، برادران عزیز، بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچیگپ. خدا حافظ.